الو. درود بر شما امیر حسین عزیز. درود بر شما جناب آقای دکتر شاهبلایتی گرامی. هموطنان عزیز، امیر حسین برادر دوقلوی امین حسینه و ایشون یک بار در زیر شکنجهگران جمهوری یعنی حکومت اسلامی در ایران یک بار سکته کردند. ولی امیر حسین عزیز به ما بگید ببینیم که بر شما چه گذشت؟ بله، با سپاس از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید آقای دکتر شاهبلایتی گرامی. ما واقعا از بازگویی آنچه که بر ما رفته همیشه احساس رنج میکنیم، اما وقتی که قرار این بازگویی ها به تنبیه افکار عمومی و ثبت در تاریخ کمک بکنه خوشحال میشیم که دوباره این رنج ها را بکشیم. من در آخرین باری که در ایران بازداشت شدم در سال 87 یک نوع شکنجه وحشتناکی شدم که وقتی به خبرنگار گاردین همین رو تعریف کردم متأثر شد و چند روز پیش هم در یک سازمان ضد شکنجه هم بازگویی این موضوع موجب تحیر شد. منو در پاییز سال 1387 دادستانی که باید مجری عدالت باشه به همراه عمل پاسدارهای شبانه به گورستان متروکی شهر در میشنی شهر بردن. من قبلا شکنجه های زیادی در زندان آمل، کرج و اردبیل و تبریز و ساری کشیده بودم، اما اون شب هرگز از یادم نمیره که منو با دستبند و پابند در حالی که به شدت بیمار بودم و سرما میلرزیدم، در حالی که دستانمو بسته بودن داخل یک گور آماده انداختن. قاضی کوهی در مقابل سخن من که گفتم خداوند شما را نخواهد بخشید یک مشت به صورت من زد و گفت خدای شما هیچ کار است، این الله ماست که به ما مأموریت داده هم شما و هم خدای شما رو زنده به گور کنیم. و با تاسف منو با مشت و لگد داخل گور انداختن. خاک را بی محابا از خدا و شاید هم به دستور اللهشون بر سرم ریختن و حاشی هایی که میکردن از یک سو و خاکی که پیکرم رو در هم میگرفت و دردی که به خاطر بیماری هایم داشتم و فشار هیجان شدید نهایتا به من کمک کرد که از هوش برم. شاید این لطف الهی بود که از هوش رفتم. یک روز بعد وقتی هوا روشن شد من روی پیکر خونین و خاک‌آلودم روی تخت بهداری زندان بود و آقای قاضی کوهی لبخند میزد و طلوع گلگومیش هوا از پنجره کوچیک بهداری خودش رو به رخ من میکشید. جرم من اما کلمه بود، همان کلمه که خدا به من سوگند خورده بود. جرم من دفاع از حقوق بشر، دفاع از قربانیان خشونت بود. جرم من کلماتی بود که برای تصور رنج‌های زندانیان سیاسی فریاد زده بودم، همان زندانیانی که مثل فرزاد کمانگر و امیر و ساران و اکبر محمدی با لحظه لحظی زندگی و جان باختنشون من شاهد بودم و اونها هم یا اعدام شدن یا زیر شکنجه جان باختن یا مانند من بیگور در کوچه پس کوچه های طبیعی الان پرسه میزنند. و به راستی من هدفم از بازگویی این موضوع اینه که اینجا در دنیای آزاد در کالیفرنیا از تمام وجدانهای آزاد، از وکلای شریف تقاضای کمک میکنم، رنجهایی که بر ما رفته رو منعکس بکنند، به ما مهلت و فرصتی بدن که کنیم از آنچه که بر ما رفته بگیم. البته ما شکنجهگران خودمون رو مجازات نخواهیم کرد، فقط میخواهیم که یا بدونه که اونها چی کار کردن. من از وکلای شریف مخصوصا از نهاد مردمی که خودم هم افتخار و عضویت در اون رو دارم تقاضای کمک میخونم. من از جهنم اومدم ولی تقاضای بهشت ندارم و قصد هم ندارم در ایالات متحده آمریکا بمونم.
من اومدم تا رنج هامو فریاد بزنم، تا اون چی که بر من رفته رو راحت تر به گوش جهانیان برسونم و امیدوارم که همه آزادگان، همه هموطنانم، اونهایی که دسترسی دارن به وکلا، به قانون، به وجدانهای بیدار منو یاری بکنن که به عنوان مشتی از خروار بازگوگر رنجهایی باشیم که بر ما رفته، گویای رنجهایی باشیم که پدران و مادرانمون کشیدن و برادرانمون اعدام شدن و خودمون رو به شدت شکنجه کردن. من فراموش نمی کنم که در زندان با قاشق فلزی دندونهامون رو می شکستن و دهنمون رو پر از یخ می کردن. من تعجب می کنم از کسانی که حالا از توبه گرگ‌هایی دم می زنن که روزگاری ما را به روز انداختن، مردانی که لباس نالایق، لباس سبز بر تن کردن و اصلاح طلب شدن. من یادم نماینده اصلاح طلب اردبیل که الان در ایالات متحده پناهنده است، وقتی به ایشون شکایت کردم گفت کسی که منکر ولایت فقیه جزایی جز این نداره و این فرد الان در ایالات متحده آمریکاست. وجدان‌های بیدار به ما کمک کنید. هموطنان عزیز، امیر حسین جوانی است که شاید 2-3 سال بعد از انقلاب به دنیا آمده، درسته؟ بله. شما الان چند سالتونه آقای امیر حسین؟ من متاسفانه یک اشتباهی شد، من 40 سالمه آقای 40 سال ولایتی. یعنی میشه گفتش که 6-7 سال 6-7 ساله بودید که انقلاب شد و فکر بکنید این فرزندان ایران چه گناهی کرده بودند که قرار بود با قاشق دندوناشونو بشکنند، که تو زنده تو گورش بندازن و بعد این قاضی کوهی که معلوم نیست کیه، اما ببینین شرافت امیر حسین رو ببینین، میگه ما قصد نداریم که شکنجهگرانمون رو تنبیه بکنیم. و ببینید اون کسانی که اون روزها این جنایت ها رو میکردند امروز اومدن و در امریکا و کانادا و این کشورها اومدن و خودشون اینجا پناه گرفتن، در اینجا خجالت نمیکشن اینا از اون چه که کردن. و واقعا امیر حسین دستشو دراز میکنه به طرف وکلایی که اعتقاد دارن که باید با استبداد مبارزه کرد، باید حرفای این جوونا رو باید گوش بدیم. امیر حسین عزیز، مطمئن باشین که الان خیلی کسانی هستند که دلشون میخواد کمک بکنن و حتما این کار رو خواهند کرد. یادتون باشه که ما هیچ کدوممون قصد نداشتیم و قصد نداریم که در امریکا بمانیم، ولی تا زمانی که مملکت ما به دست این چنین اوباشان و به دست چنین ابلهانی است، چاره ای نداریم جز این که در اینجا بمانیم. ولی در اینجا خواهیم ماند تا وطنمون رو پس بگیریم. وطن رو پس میگیریم تا بدیم به دست جوانان بالیاقتی مثل شماها که حرفی جز آزادی نداشتن، چیزی جز آزادی نمیخواستن. من که حقیقتاً زبونم قاصره که حرفی در زمینه اونچه که بر شما و دوستانتون و دیگر عزیزانی که به دست این جلادان کشته شدند و شکنجه شدند حرفی ندارم بزنم. من از شما خواهش میکنم که در فاصله کوتاهی که فرصت داریم، 1 دقیقه فرصت داریم، اگه مطلب دیگری دارید بفرمایید تا من باز هم با شما در تماس خواهم بود. من فقط در این فرصتی که بسیار ابراز خوشحالی میکنم که نهاد مردمی تونسته اینقدر بالنده بشه به کسانی که امروز قصد دارن به ما قربانیان خشونت در ایران کمک بکنند. ازشون عاجزانه خواهش میکنیم که نهاد مردمی را یار یاور باشند و این نهاد آخرین سنگر ماست برای رسیدن به دموکراسی و تحمل همدیگر. بسیار سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید.
از شما تشکر می کنم و حتما در برنامه‌های آینده در این زمینه با هم صحبت خواهیم کرد و در نهاد مردمی همونجور که میدونید یه این چنین دبیرخانه‌ای، یه این چنین پروژه‌ای در یکی از این دبیرخانه‌ها هست که من از خود شما تقاضا می کنم با امین حسین هر دو در این دبیرخانه شرکت بکنید تا حتما این کار رو به انجام برسونیم. سپاسگزارتون هستم. هموطنان عزیز، ما باید وطنمون رو پس بگیریم. ما باید استبداد رو ریشه کن بکنیم، وگرنه اون چرا که آقای موحدی امیر حسین الان داشت میگفت، همین امروز، همین حالا در شکنجهگاه‌های حکومت اسلامی داره میگذره. در ایران دارن مردان و زنانمون رو دارن شکنجه میکنن و قاضی کوهی ها لبخند بهشون میزنند و باز در دل این شکنجه شده ها این هست که نمیخواهند شکنجهگرانشون رو تنبیه بکنند. وای، فاصله رو ببینید از کجا تا به کجاست. خرد رو ببینیم فاصلش تا جهل چقدر زیاده. زنده باد آزادی، پاینده باد ایران، سربلند باد ملت با غیرت ایران. ببینید ملت با غیرت ایران، اینها نمونه های از اون ملت با غیرتند. ما وطنمون رو پس میگیریم، استبداد رو ریشه کن خواهیم کرد. پاینده باد ایران، پاینده باد ملت سرفراز ایران، زنده باد آزادی. آینده ایران در دستان شماست. مردمی